بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. ای پیامبر، از الله پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن، بیگمان الله دانای حکیم است. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله كان بما تعملون خبیرا. و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن، یقینا الله از آنچه انجام می دهید آگاه است. وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا. و بر الله اعتماد کن و همین بس که الله کارساز تو باشد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده است و به همین صورت هرگز همسرانتان را که مورد زهار و تحریم جنسی قرار می دهید همچون مادرتان قرار نداده است و نیز فرزند خانده هایتان را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن باطلی است که بر زبان می آورید، ولی الله سخن حق میگوید و اوست که به راه راست هدایت میکند. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیما. پسرخوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید که این کار نزد الله منصفانه تر است. اگر پدرانشان را نمیشناسید آنها برادران دینی و دوستان شما هستند. در آنچه که قبلا در این مورد اشتباه کرده اید گناهی بر شما نیست، ولی آنچه که نیت قلبی شماست و عمدن بر زبان میآورید گناه است. پس اگر توبه کنید الله آمرزنده مهربان است. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر در تمام امور نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و رأی و خواستش اولویت دارد و همسران او از لحاظ حرمت ازدواج در حکم مادران آنان هستند و بر اساس حکم الله خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر نسبت به مؤمنان و مهاجران اولویت دارند و ملاک ارث خویشاوندی است نه ایمان، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنان بدهید. این حکم در کتاب لوح محفوظ نوشته شده است. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. و ای پیامبر، یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان ایمان و نبوت گرفتیم، به ویژه از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از همه آنان پیمان محکمی درباره دعوت مردم به توحید گرفتیم. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. الله
چنین کرد تا از راستگویان درباره راستی پیامشان بپرسد و گمراهان هیچ عذری نداشته باشند و او برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است. یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت الله را بر خود به یاد آورید آنگاه که سپاهیانی از قبایل عرب به سویتان آمدند. پس ما تندبادی سخت به همراه لشکری از فرشتگان که آنها را نمیدیدید به مقابله با آنان فرستادیم و به سختی شکستشان دادیم و الله به آنچه انجام میدهید بیناست. اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنگامی که دشمنان در غزوه خندق از سمت بالا و پایین شهر به سویتان آمدند و مدینه را محاصره کردند، آنگاه که چشمها به فراوانی دشمن خیره مانده و جانها از شدت وحشت به گلوگاه رسیده بود و شما به الله گمانهای گوناگون می بردید. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی به وحشت و اضطراب افتادند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. و نیز به یاد آورید هنگامی را که منافقان و بیمار دلان سست باور می گفتند وعده الله و پیامبرش درباره پیروزی بر کافران فریبی بیش نیست. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. و نیز هنگامی را که برخی از ایشان گفتند ای اهل یثرب، اینجا جای ماندن شما نیست، پس به خانه هایتان بازگردید. و برخی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه های ما بی‌حفاظ است، در حالی که بی‌حفاظ نبود. آنان فقط می‌خواستند از جهاد فرار کنند. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و خانه هایشان را محاصره می کردند و از آنان می خواستند که به کفر و شرک بازگردند، قطعاً میپذیرفتند و فقط تعداد اندکی در برابر این درخواست مقاومت میکردند. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا. در حالی که این منافقان پیش از این بعد از فرار از دشمن در جنگ احد با الله پیمان بستند که هرگز از ترس دشمن فرار نکنند، ولی پیمان شکستند و مردم در برابر پیمان الله بازخواست میشوند. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ای پیامبر، به منافقین بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید هرگز سودی به حالتان نخواهد داشت و در آن صورت نیز جز اندکی از زندگی دنیا بهره مند نخواهید شد. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ای پیامبر، بگو اگر الله برای شما مصیبت یا رحمتی خواسته باشد چه کسی شما را در برابر اجرای فرمان او حفظ می کند؟
آنان بجز الله برای خود هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله افرادی را که با کار شکنی مردم را از جهاد باز می‌دارند و به برادرانشان میگویند به ما بپیوندید به خوبی میشناسند. آنان سست باورند و جز اندکی به میدان جنگ نمی آیند. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. آنان در همه چیز بر شما بخل می‌ورزند و هنگامی که بیم جنگ پیش می آید در حالی که چشمهایشان از وحشت در حدقه میچرخد تو را نگاه می کنند همچون کسی که از سختی مرگ بیهوش شده باشد و هنگامی که بحران و ترس برطرف شد به خاطر حرص و طمعی که نسبت به غنایم دارند با زبان تند و نیشدار خود شما را میرنجانند. آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند، پس الله اعمالشان را تباه و باطل می‌گرداند و این کار بر الله آسان است. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. منافقان میپندارند که لشکریان احزاب هنوز از اطراف مدینه نرفتند و اگر بازگردند این سست باوران آرزو می کنند که در میان بادیه نشینان پنهان باشند و از آنجا جویای اخبار درگیری شما شوند و اگر هم در میان سپاه شما بودند جز عده کمی به جنگ نمی پرداختند. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. به راستی که برای شما در کردار و گفتار رسول الله سرمشق نیکویی است برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. هنگامی که مؤمنان لشکر احزاب را دیدند گفتند این امتحان الهی و پیروزی نهاییش همان چیزی است که الله و پیامبرش به ما وعده دادند و تردیدی نیست که راست گفتند و مشاهده انبوه دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان در مقابل پروردگار نیفزود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مردان مؤمنی هستند که به عهد و پیمانی که با الله بسته بودند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان تا آخر بر عهد و پیمان خود ایستادند و در این راه درگذشتند یا به شهادت رسیدند و برخی دیگر هنوز چشم انتظار شهادت هستند و هرگز در پیمان خود
تغییری صورت ندادند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحیما. این رویدادها پیش می آید تا الله راستگویان را به خاطر پایمردی و راستگوییشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبهشان را بپذیرد. بی تردید الله آمرزنده مهربان است. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله سپاه کافران را لبریز از خشم از مدینه بازگرداند، چرا که از تحقق اهدافشان ناکام مانده و به هیچ غنیمتی دست نیافتند و برای پیروزی در جنگ حمایت الله از مؤمنان کافی است و الله همواره توانای شکست ناپذیر است. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله گروهی از اهل کتاب را که از مشرکان حمایت کرده بودند از قلعه هایشان به زیر کشید و در دلهایشان وحشت انداخت، آنگاه که شما برخی از ایشان را می کشتید و برخی دیگر را به اسارت می گرفتید. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و زمینهای کشاورزی و خانه ها و اموالشان و همچنین سرزمین خیبر را که هرگز به آنجا نرفته بودید در اختیار شما گذاشت و الله بر انجام هر کاری تواناست. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیامبر، به همسرانت که نفقه بیشتری میخواهند بگو اگر شما زندگی و زینت دنیا را میخواهید بیایید تا با هدیه‌ای مناسب شما را بهره‌مند سازم و به شایستگی طلاق دهم. و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. و اگر مشتاق الله و پیامبرش و سرای آخرت هستید پس بدانید که الله برای نیکوکارانتان پاداش بزرگی فراهم کرده است. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلك علی الله یسیرا. ای زنان پیامبر، هر یک از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود عذابش 2 چندان خواهد بود و انجام این کار برای الله آسان است. و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. و هر یک از شما که همواره فرمان بردار الله و پیامبرش باشد و به شایستگی عمل کند پاداشش را 2 برابر خواهیم داد و در بهشت روزی ارزشمندی برایش فراهم آورده ایم. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، اگر پرهیزکاری کنید مقام والایی خواهید داشت، چنان که از لحاظ شأن و جایگاه مانند هیچ یک از زنان عادی نخواهید بود. پس در هنگام سخن گفتن با مردان ناز و نرمش به کار نبرید که مبادا فاسد بیماردل طمع کند
بلکه به شیوهی شایسته سخن بگویید. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خود بمانید و همچون شیوه رفتار زنان در دوران جاهلیت جلوه‌گری نکنید و با خود نمایی بیرون نیایید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و از الله و پیامبرش اطاعت کنید. ای اهل خانه پیامبر، الله فقط می‌خواهد پلیدی را از شما دور سازد و کاملا پاکتان گرداند. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. و هر آنچه را که از آیات الهی و سنت پیامبر در خانه هایتان خوانده می شود به یاد داشته باشید. بیگمان الله باریک بین آگاه است. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله برای تمامی مردان و زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، راستگو، شکیبا، فروتن، انفاقگر، روزدار، پاکدامن و آنان که بسیار الله را یاد می کنند آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی الله و رسولش به کاری فرمان میدهند در برابر آن فرمان اختیاری برای خیش قائل باشد و هر که از الله و رسولش نافرمانی کند در گمراهی آشکاری گرفتار شده است. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. به یاد آور زمانی را که به زید ابن حارثه، کسی که الله به او نعمت اسلام داده بود و تو نعمت آزادی بخشیده بودی، به نصیحت می گفتی همسرت را نگاه دار و از الله پروا کن. تو در دل خود مطلبی را در مورد ازدواج با زینب پس از طلاقش پنهان می داشتی که الله آن را آشکار نمود و از سرزنش مردم می ترسیدی، حالان که الله سزاوارتر است که از او بترسی. پس هنگامی که زید نیاز خود را از وی به پایان برد و طلاقش داد، او را به ازدواج تو درآوردیم تا رسم جاهلی را براندازیم و هیچ گناهی نباشد که مؤمنان با زنان پسرخوانده هایشان که از آنان کام گرفتند و طلاقشان داده اند ازدواج کنند و فرمان الله
همواره انجام میپذیرد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. پیامبر در انجام آنچه الله برایش حلال نموده هیچ گناهی مرتکب نشده است. این کار سنت الهی است و درباره پیامبرانی که پیشتر بوده اند نیز صدق می کند و فرمان الله همواره سنجیده و دقیق است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. همان پیامبرانی که پیامهای الهی را به مردم ابلاغ می کنند و تنها از او می ترسند و از هیچ کس جز او ترسی ندارند و الله برای محاسبه اعمالشان کافی است. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما از جمله زید نیست، بلکه رسول الله و خاتم پیامبران است و بدانید که الله همواره از هر چیزی آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید الله را بسیار یاد کنید و سبحوه بکرة و اصیلا. و بامداد و شامگاه او را نیایش کنید و به پاکی بستایید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. اوست که بر شما درود میفرستد و فرشتگانش نیز دعایتان میکنند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببرد و الله نسبت به مؤمنان همواره مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. در روزی که با او دیدار می کنند درودشان سلام است و الله برایشان پاداش ارزشمندی آماده کرده است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. و تو را دعوتگری به سوی الله به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم. و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. و به مؤمنان بشارت بده که از سوی الله بخشش بزرگی برایشان در پیش است. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا. و از کافران و منافقان اطاعت نکن و به آزارشان بی توجه باش و بر الله توکل کن و همین بس که الله یار و کارساز تو باشد. یا ایها الذین آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه با زنان مؤمن ازدواج کردید و خواستید که پیش از همبستری طلاقشان دهید از جانب شما هیچ عده‌ای بر عهده آنان نیست که حسابش را نگاه دارید، لذا ایشان را با هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید و به نیکوترین وجه رهایشان سازید. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، ما همسرانت که مهرشان را پرداخته ای و نیز کنیزانی را که الله از بهره جنگ به تو ارزانی داشته است برایت حلال کرده ایم و نیز ازدواج با دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایی که با تو هجرت کرده اند و همچنین اگر زن مؤمنی خود را بدون مهریه به پیامبر ببخشد چنانچه پیامبر بخواهد می تواند با وی ازدواج کند. این حکم ویژه توست نه دیگر مؤمنان. ما میدانیم برای آنان در مورد همسران و کنیزانشان چه حکمی تعیین کرده ایم. برقراری این حکم ویژه برای آن است که در راه انجام وظیفه تنگنا و مشکلی برایت پیش نیاید و الله همواره آمرزنده مهربان است. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. نوبت هر یک از همسرانت را که بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی می توانی نزد خود جای دهی و اگر هر یک از آنان را که نوبتش به تأخیر افتاده جویا شوی و بخواهی او را نزد خود جای دهی هیچ گناهی بر تو نیست. این رفتار مناسب تر است به اینکه چشمشان روشن شود و اندوهگین نباشند و همگی از زمانی که عادلانه به آنان اختصاص می‌دهی خشنود گردند و الله می‌داند که شما مردان درباره محبت بیشتر به برخی زنانتان چه در دل دارید و الله دانای بردبار است. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. از این پس دیگر ازدواج با هیچ زنی برای تو حلال نیست و نباید برخی از همسرانت را طلاق دهی تا همسر دیگری به جایش برگزینی، حتی اگر زیبایی آنان مورد میل و پسندت باشد، به استثنای کسانی که به صورت کنیز در اختیار تو هستند و الله همواره بر هر چیزی مراقب است. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه های پیامبر داخل نشوید مگر آنکه برای صرف غذا دعوت شده باشید، بی آنکه با ورود پیش از موعد در انتظار فرارسیدن وقت غذا بنشینید، بلکه هنگامی که شما را فراخواندند وارد شوید و پس از صرف غذا پراکنده شوید و سرگرم بحث و گفتگو نشوید. بیگمان این رفتار پیامبر را می آزارد و او از ابراز این موضوع در برابر شما شرم دارد، ولی الله از بیان حق شرم ندارد. همچنین هنگامی که از همسران پیامبر درخواستی دارید، از پشت پرده از آنان بخواهید و پرده را بالا نزنید و یا یکسره وارد خانه نشوید. این کار برای دلهای شما و ایشان پاکتر است. نیز سزاوار نیست که رسول الله را بیازارید و هرگز پس از پیامبر با همسرانش ازدواج نکنید. این کار در پیشگاه الله گناهی بزرگ است. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید، بدانید که الله از هر چیزی آگاه است. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. گناهی نیست که همسران پیامبر و سایر زنان مسلمان در حضور پدر و پسر و برادر و پسر برادر و پسر خواهر و زنان همدین و بردگانشان بدون حفاظ و پرده سخن بگویند. و ای زنان مسلمان، از الله پروا کنید، بی تردید الله بر همه چیز گواه است. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. به راستی که الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و به شایستگی سلام گویید و کاملا مطیع فرمانش باشید. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. کسانی که الله و پیامبرش را میآزارند، الله آنان را در دنیا و آخرت لعنت میکند و برایشان عذاب خفتباری آماده کرده است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه مرتکب عمل زشتی شده باشند با اتهامهای ناروا میآزارند، بار دروغ و گناهی آشکار را به دوش میکشند. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و دیگر زنان مؤمن بگو که چادرهایشان را به شایستگی بر خود بیفکنند و سر و سینه هایشان را بپوشانند. این کار به این خاطر مناسب تر است که در جامعه به متانت و وقار شناخته می شوند و مورد آزار هرزگان قرار نمی گیرند و هر که از کوتاهی های گذشته‌اش توبه کند بداند که الله آمرزنده مهربان است.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان و بیماردلان و شایع پراکنان در مدینه از کار خود دست بر ندارند، یقیناً تو را سخت بر آنان مسلط می‌گردانیم. در آن صورت جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. آنان از رحمت الهی به دورند و هر جا که یافته شوند باید بی‌محابا دستگیر و کشته شوند. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت الهی در مورد منافقانی که پیشتر بوده اند نیز جاری بوده است و هرگز در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ای پیامبر، مشرکان درباره زمان وقوع قیامت از تو میپرسند. بگو علم آن تنها نزد الله است و تو چه میدانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بی تردید الله کافران را از رحمت خیش دور کرده و برایشان آتشی سوزان فراهم نموده است. خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. آتشی که جاودانه در آن خواهند ماند و برای دفاع از خود هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. روزی که چهره‌هایشان در آتش دوزخ دگرگون می شود با پشیمانی می گویند ای کاش از الله و پیامبر اطاعت کرده بودیم. و قالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. آنان بهانه می آورند و می گویند پروردگارا ما از رهبران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. پروردگارا عذابشان را 2 برابر کن و به لعنتی بزرگ و سخت لعنت فرما. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. ای کسانی که ایمان آورده اید پیامبر را نیازارید و مانند کسانی نباشید که موسی را با تهمت‌های ناروا آزردند. سپس الله او را از آنچه در حقش می‌گفتند تبرئه نمود و موسی نزد الله آبرومند است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله پروا کنید و سخنی راست و استوار بگویید. یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. پرهیزکار و راستگو باشید تا الله کارهایتان را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و بدانید هر که از الله و پیامبرش اطاعت کند یقیناً به کامیابی بزرگی دست یافته است. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما
امانت انجام تکالیف شرعی را بر آسمانها و زمین و کوهساران عرضه داشتیم، ولی آنها از تحملش سر باز زدند و از آن ترسیدند، اما انسان آن را پذیرفت. به راستی که او در حق خیش بسیار ستمکار و نادان است. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ويتوب الله على المؤمنین والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما. انسان چنین کرد تا الله مردان و زنان منافق و مشرک را عذاب کند و توبه مردان و زنان مؤمن را که امانتداران شایسته ای بوده اند بپذیرد و الله همواره آمرزنده ای مهربان است.